ایتالیا، کشوری که هزاران سال تاریخ، فرهنگ و معماری‌اش جهان را حیران ساخته، امروز در سکوت با یک تراژدی بزرگ دست و پا می‌زند. تراژدی که می‌تواند در چند سال آینده هویت این ملت را تغییر دهد. این دهکده‌ای که می‌بینید زمانی پر از زندگی بود. کودکان بازی می‌کردند و بازارها پر از شور و حرکت بود. اما امروز همه چیز خاموش است. و مشکل فقط یک دهکده نیست. در سراسر ایتالیا بیش از 6000 روستا کاملاً خالی شده است. این ساختمان که می‌بینید مکتب 300 ساله کمپشی است. جایی که نسل‌های زیادی درس خواندند. اما حالا حتی یک شاگرد هم در صنف‌ها نیست. وقتی شاگرد نباشد، استاد هم نیاز نیست. به همین دلیل هر سال صدها معلم از کار برکنار می‌شوند. چون هیچ کودکی برای درس خواندن نمی آید. در سال 2015 وزیر صحت ایتالیا گفت ایتالیا یک کشور در حال مرگ است. و این فقط یک حرف نبود، بلکه یک زنگ خطر جدی بود. در 50 سال گذشته نرخ تولد آنقدر پایین آمده که حالا به کمترین حد تاریخ رسیده است. یعنی در ایتالیا عملاً نسل جدید به دنیا نمی آید. تصور کنید خانه ها هست، اما کسی نیست که در آن زندگی کند. پس بازار رهن و ملک چه می شود؟ امروز آپارتمان های گران و خانه های تاریخی پابرجا هستند. اما در چند سال آینده بسیاری از آنها خالی می مانند و ارزششان سقوط می کند تا جایی که کسی حاضر به خریدشان نخواهد بود. از سوی دیگر، اردوی ایتالیا با کمبود جوان روبرو خواهد شد. کارخانه‌ها نیروی کار نخواهند داشت و اگر همین روند ادامه یابد، ممکن است اقتصاد کشور در 10 سال آینده فرو بپاشد. امروز میانگین سن مردم 40 سال است، در حالی که در هند 28 سال است. 44% جمعیت ایتالیا بالاتر از 65 سال دارند و این رقم همچنان بالا می رود. اما چگونه ایتالیا به این نقطه رسید؟ 100 سال پیش این کشور یک جامعه زراعتی بود. بیشتر مردم دهقان بودند و برای کار در زمین به دستهای بیشتر نیاز داشتند. پس خانواده‌ها 5 تا 6 کودک داشتند. اما با مدرن شدن کشور زندگی مردم تغییر کرد. خانواده‌ها به آپارتمان‌های کوچک رفتند. سیستم معاش ایجاد شد و یک فرد می توانست به اندازه چند کودک درآمد داشته باشد. پس مردم احساس کردند مسئولیت بزرگ کردن کودک زیاد است و تصمیم گرفتند کمتر بچه بیاورند. بعد از جنگ جهانی دوم، زمانی که اقتصاد ایتالیا دوباره جان گرفت، دولت سیستم رفاه اجتماعی معرفی کرد. از آن روز به بعد، مسئولیت تعلیم و صحت کودکان تا حد زیادی به دوش دولت افتاد. وقتی دولت همه چیز را تامین کند، انگیزه خانواده‌ها برای داشتن چند کودک کمتر می شود و همین باعث شد نرخ تولد بعد از 1950 سقوط کند. در ایتالیا پالیسی‌هایی وجود دارد که جوانان را از بچه‌دار شدن می‌ترساند. یکی از بحث برانگیزترین آنها استعفای سفید است. یعنی هر زنی هنگام شروع کار باید یک نامه استعفا امضا کند و اگر باردار شود، شرکت می‌تواند بدون هشدار او را اخراج کند. حالا تصور کنید در کشوری که 41% زنان کار می‌کنند، چه کسی جرأت می‌کند خطر بچه‌داری را قبول کند؟ به همین دلیل زوجها ازدواج و تولد کودک را عقب می‌اندازند تا شغلشان از دست نرود. مشکل دیگر قانون تابعیت است. در ایتالیا مثل آمریکا یا برخی کشورهای اروپایی، کودک مهاجرین با تولد شهروند نمی‌شود. همین باعث شده بسیاری مهاجرین بعد از مدتی به کشورهای شمال اروپا کوچ کنند. وقتی جوان کم باشد و مهاجرین هم نمانند، آینده کشور تاریک می شود و ایتالیا در یک وضعیت باخت باخت قرار می گیرد. دولت حالا مجبور شده قوانین مهاجرتی را بازنگری کند، چون اگر کارگران مهاجر هم بروند، نیروی کار تقریباً صفر می شود. بدون نیروی کار، فقط جمعیت بازنشسته باقی می‌ماند.
و وقتی افراد جوان برای تولید بودجه پنشن وجود نداشته باشند، سیستم پنشن کامل فرو می‌ریزد. این بحران تنها به پنشن محدود نیست. سکتور صحی هم زیر فشار شدید قرار می‌گیرد. وقتی تعداد سالمندان افزایش یابد، چه کسی از آنان مراقبت می‌کند؟ دکتر؟ نرس؟ اما جوانی که باقی نمانده از کجا بیاید؟ و حالا می‌رسیم به یکی از بزرگترین دلایل بحران جمعیتی. فرهنگ کاری ایتالیا. طبق تحقیقات سازمان همکاری اقتصادی، 70% جوانان 18 تا 34 سال هنوز از نظر مالی وابسته به والدینند. حالا تصور کنید در کشوری که جوان کم است و همان تعداد اندک هم استقلال مالی ندارند، چه کسی تصمیم تشکیل خانواده می‌گیرد؟ طبق گزارش ملل متحد، در ایتالیا 33% وظایف غیر دائمی اند و دلیل اصلیش این است که این کشور در 10 سال گذشته 3 بار رکود اقتصادی را تجربه کرده. نسبت قرض به تولید ناخالص آن به 145% رسیده. یعنی ایتالیا برای هر 1 یورو درآمد باید 1.45 یورو قرض بگیرد. همین نشان می‌دهد اقتصاد کشور چگونه رو به سراشیبی رفته است. وضعیت به جایی رسیده که حتی در سرزمین سازنده پیزا، رستوران‌های دومینوز مجبور شدند تمام شعبات خود را ببندند چون مشتری باقی نمانده بود. جوانان ایتالیا بسیار دیر مستقل می‌شوند و همین باعث بالا رفتن سن ازدواج شده است. در سال 2002 میانگین سن مردان هنگام ازدواج 31 سال بود، اما در 2024 این رقم به 37 رسیده. وقتی ازدواج دیر شود، کودکان هم کم می‌شوند و اگر همین روند ادامه یابد، ایتالیا ممکن است وارد یک عصر تاریک جمعیتی شود. برای خروج از این وضعیت، ایتالیا باید مدل سویدن را دنبال کند. سویدن چند سال پیش شرایطی مشابه داشت، اما دولتش با تصمیم‌های جسورانه بخت خود را تغییر داد. آنها سیستم سوبسایدی معرفی کردند که خانواده‌ها با داشتن کودکان بیشتر کمک مالی بیشتری می‌گرفتند. سویدن اولین کشوری بود که رخصتی والدینی با معاش را عملی کرد. در سال 1974 قانونی تصویب شد که به مادر و پدر 16 ماه رخصتی با معاش کامل میداد تا بدون فشار مالی کودک را بزرگ کنند. همین سیاست باعث شد نرخ تولد سویدن دوباره متعادل شود. اگر ایتالیا می‌خواهد از بحران جمعیتی بیرون شود، باید قوانین مهاجرتی را آسان‌تر کند. پالیسی‌های ناعادلانه مثل استعفای سفید را حذف نماید و برای جوانان شغل‌های ثابت ایجاد کند. اگر در 5 سال آینده نرخ تولد به عدد 2 نرسد، پیامدهای آن بسیار خطرناک خواهد بود. حتی ایلان ماسک بارها هشدار داده که بزرگترین تهدید برای بشر کاهش جمعیت است، نه افزایش آن. باور عمومی این است که جمعیت جهان در حال انفجار است. اما از 1980 به بعد نرخ تولد تقریباً در تمام دنیا کاهش یافته. حتی در کشورهایی مثل هند و پاکستان. پاکستان از 6.3 در 1990 به 3.4 رسیده و نرخ هند نیز رو به سقوط است. این یعنی در 20 سال آینده جمعیت جهان ثابت می شود و بعد از 2050 برخلاف پیشبینی‌ها رو به کاهش می رود. کشورهایی مثل ژاپن، ایتالیا، امریکا، بریتانیا، فرانسه و جرمنی اولین قربانیان این فروپاشی خواهند بود. نیروی کار کم می شود، سیستم بازنشستگی می شکند و اقتصادها آسیب جدی می بینند. این داستان یک هشدار است. اگر امروز کشورها برای آینده جمعیت و نیروی کار برنامه‌ریزی نکنند، فردا خیلی دیر خواهد بود. هر جامعه زمانی پایدار می‌ماند که برای خانواده، کودکان و آینده سرمایه گذاری کند. برای حمایت از ما سابسکرایب کنید تا چنین مستندهای آموزنده بیشتری دریافت کنید.